علم و دانش برای انسان جمالی هست که از هیچ کس پوشیده نیست. نسبی است که هرگز مورد جفا قرار نمیگیرد. درود سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و برنامه این هفته ما از چینل کابل وقت خوش آمدید. عزیزانی که دوست دارم و میخواهند بدانند که چگونه بالای دیگران تاثیر مثبت بگذارند، چگونه طرف مقابل را شناسایی کنند و یا چگونه در مصاحبه و مذاکره موفق باشند، پس عزیزان امروز میخوایم کتاب را بر شما به معرفی بگیرم. کتاب جامع اسرار بدن می باشد. کتاب جامع اسرار بدن که کلاً درباره حرکات بدن نوشته شده است، نویسندگان این کتاب آلن و باربارا پیس می باشد. مترجمان این کتاب سیدگل محمدی و گیتی شهیدی هست. ناشر این کتاب انتشارات نوندیش هست که در سال 8مین چاپ این کتاب در سال 1399 نشر شده است و همچنان دارای 19 فصل می باشد. مسئله این نیست که خرید کتاب چقدر گران تمام می شود. مسئله این است اگر کتاب نخوانی چقدر برایت گران تمام می شود. در اخیر تشکر میکنیم از کتابخانه اکسو. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.